سرخط مهمترین خبرها. زخمیان سوختار را به دوشنبه آوردند. دلار در تاجیکستان کمیافت شد و کلانترین نیروگاه هسته‌ای اروپا آتش گرفت. سلام بیننده‌های عزیز، امیدوارم روزی خوبی خواهید داشت. امروز 4 مارس است. 3 نفر از زخمیان سوختار در ناحیه قبادیان به شهر دوشنبه آورده شدند. ترکیش و سوختار در یک نقطه فروش سوزشواری در ناحیه قبادیان 21 فوریه روی داده بود. بر اثر آن 14 کس مجروح شدند که در میانشان زنان نیز بودند. پرس تیجی با تکیه به خالمراد اویمتов سردختور بیمارخانه مرکزی ناحیه قبادیان در این باره خبر داده است. از ریاست تندرستی ولایت ختلان نیز گفتند 3 زخمی سوختار نقطه فروش سوزشواری در ناحیه قبادیان به شهر دوشنبه آورده شدند. 1 نفر از بیمارخانه مرکزی ناحیه قبادیان و 2 نفر دیگر از مجمع دوستی تاجیکستان و ازبکستان آورده شدند، آمده است در خبر. با گذشت 2 هفته مقامات هنوز هم سبب سوختار را معین نکردند. در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هم گفتند که سبب گناهگار و ضرر معین کرده می شود. در گذشته در ولایت ختلان چند مورد سوختار در نقطه های فروش سوزشواری ثبت شده بود که در نتیجه به خانه های مردم ضرر رسانده، چند نفر هم آسیب دیده بودند. بانک های تاجیکستان در دادن دلار به ساکنان تاجیکستان محدودیت جاری کردند. برخی بانک ها میگویند آنها اجازه فروش تنها 100 دلار را دارند. برخی دیگر با پیشنهاد شناسنامه 500 و بانک های دیگری تجارتی با پیشنهاد پتنت یا اجازتنامه فعالیت کاری 1000 دلار میدهند. این محدودیت ها در پس منظر پایین روی قرب روبل روسی و بالا روی ارزش دلار در بازار سیاه که برخی ها میگویند 100 دلار برابر به 1200 سومانی شده است مشاهده می شود. مقامات بانک ملی تاکنون وضع را به طور رسمی شرح ندادند. خبرگزاری ریا نوستی به نقل از وزیر انرژی اوکراین گزارش داده است که بر اثر حمله نیروهای روسیه یک بخش تولید برق در نیروگاه هسته‌ای زاپاروژیه آتش گرفت. طبق این گزارش آتش نشانها در آغاز به خاطر تیراندازی نیروهای روسی امکان آغاز عملیات خاموش کردن سوختار در این نیروگاه را نداشتند. زاپاروژیه کلانترین نیروگاه هسته‌ای اروپا به شمار می رود و در شهر انرگادار در کنار دریای دنیپر جایگیر است. نیروهای روسیه در ادامه حمله خود به اوکراین روز پنجشنبه شهر انرگادار که این بزرگترین نیروگاه هسته‌ای اروپا در آنجا واقع است محاصره کردند. شهردار انرگادار نیز گزارش‌ها درباره سوختار در نیروگاه زاپاروژیه را تایید کرد. پس از نگرانی‌ها از سر زدن یک فاجعه بزرگ صبح جمعه، رسانه‌ها از قول سرپرست فرماندار زاپاروژیه گفتند که امنی این نیروگاه هسته‌ای تامین شده است. با اطلاع BBC این مسئول اوکراینی در پیام خطی نوشت که با مدیر نیروگاه در انرگادار صحبت کرد و از امنی آن اطمینان یافته است. اوکراین از 4 حصه انرژی مورد نیاز خود را از این نیروگاه تامین می‌کند. نیروهای روسیه در صدد هستند که با به دست گرفتن این شهر دسترسی نیروهای اوکراین را به آبهای جنوبی این کشور قطع کنند. ضمناً شب دیروز 3 مارس در ولایت برست بلاروس دوره دوم گفتگوهای روسیه و بلاروس به پایان رسید. در پایان گفتگوها جانب‌ها به سازش رسیدند که در فرصت‌های نزدیک برای بیرون آوردن ساکنان آسایشته دالان تأسیس می‌دهند. میخائیل پادولیاک یاوری رئیس دستگاه پرزیدنت اوکراین گفت کشورش در این ملاقات به نتیجه‌های دست نیافت که امیدوارشان بود. جانب‌ها برای دور سوم گفتگوها سازش کردند. پیش از ملاقات در بلاورسکای پوشا کیف گفت که هدف اساسی آتشبسی فوری، صلح و باز کردن دالان است. ولادیمیر مدینسکی یاوری پرزیدنت روسیه نیز گفت که
باید برای بیرون آوردن ساکنان آسایشته از محل جنگ دولم تأسیس شود. در همین حال ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه در گفتگوی تلفنی با پرزیدنت فرانسه امانوئل ماکرون گفت عملیات نظامی در هر صورت باید به هدف رسد. ماکرون بعد این صحبت گفت که پوتین تصمیم دارد همه اوکراین را غصب کند و منتظر است که دنیا شرطهای او را اجرا کنند. ملاقات اول هیئت‌های دو کشور روز 28 فوریه برگزار شده بود. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. مرکز ملی تستی تاجیکستان با مراجعتنامه مخصوص از داوطلبان خواهش کرده است که هنگام امتحانات به دانشگاه‌ها به قلابان باور نکنند. در مراجعتنامه این مرکز آمده است که مرکز دانش و ملکه و مهارتی هر یک داوطلب را به طور شفاف و واقعی ارزیابی کرده هیچگاه به دخالت انسانی از بیرون راه نمی‌دهد. به تاکید این مرکز هرچند مراجعت‌ها به نظر نمی‌رسند اما شخصان قلابی هستند که بعضی از داوطلبان و پدر و مادر آنها را فریب داده با مقصد به دست آوردن مبلغ مفت به آنها وعده کمک هنگام داخل شویشان به دانشگاه و دانشکده و کالج‌ها می‌دهند. در ادامه این نهاد گفته است نتیجه‌های کاری 8 ساله مرکز ثابت ساخته است که هیچ کس و هیچ چیز به نتیجه های امتحانی داوطلبان هرگز تاثیر رساندن نمیتواند. بخش یک روز تاریخ را در تهیه همکارمان خیرمان بخازاده همراه میبینیم. 4 марти соли 1940 ба театри русии драмавии шаҳри душанбе номи шоири маъруфи шӯравӣ Владимир Маяковский дода шуд. Маяковский як рамзи муҳими шеъри сиёсии шӯравӣ буд. Театри ба номи Маяковский соли 1937 эҷод шуда дар саҳнаи он ҳунарпешаҳои маъруфи Тоҷикистон ва Иттиҳоди шӯравӣ нақш бозиданд. Соли 2016 дар чаҳорчӯбе Генплан ё нақшаи бозсозии шаҳри Душанбе ва бо вуҷуди интиқодҳои ҷомеа бинои театр тахриб шуд ва ба кормандонаш ваъдаи сохтмони бинои нав доданд. 4 марти соли 1949 овозхони тоҷик Дона Баҳромов таваллуд шудааст. ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон бо иҷрои таронаҳои мардумӣ, фалаксароӣ ва ҳам мақомхонӣ маъруф буда аз донандагони хуби эҷодиёти классикони тоҷик ба шумор меравад. дар баробари овозхонӣ дар консерваторияи миллии Тоҷикистон ҳам дарс мегуфт ва дар барномаҳои вижаи фарҳангӣ мисли Шоҳномахонӣ ширкат кардааст. 4 марти соли 2018 дар Душанбе дар 76-солагӣ нависандаи тоҷик Равшани Ёрмуҳаммад даргузашт. Нависандаи пуркор бо эҷоди асарҳо ҳам барои бачагон ва ҳам дар масоили таърихиву сиёсӣ барои калонсолон маъруф буд. Дар гузашти Ёров 3 сол баъди ҳабси писараш Бузургмеҳр Ёров як ҳуқуқшиноси содиқ ба касбаш рух дод. бархе мунаққидон мегӯянд эҷоди нақши Маҳмуди Ғазнавӣ дар охирин асараш киноя аз зулмоти сиёсии давр аст. بانک ملی قربی اسعار خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است: 1000 روبل 105 سومونی و 50 درم و قربی دلار باشد رسما به تغییر است و 100 دلار 1130 سومونی گفته می شود. بینندگان عزیز، این بود برنامه نویدی بامدادی. برایتان استراحت خوب آرزو مندیم. خدا نگهبانتان.